آیا مسلمان را در قبرستان نامسلمان برانیدن ممکن است یا نه؟ یعنی یک آدم مسلمان وقتی از دنیا میگذرد، ما در دنیا هم مسلمان داریم هم نامسلمان داریم. قبرستان آدمای نامسلمان یعنی آدمایی که پیرو قرآنن، آدمانی که پیروی غیر قرآنن، یعنی با دیگر کتاب‌های خدا پیروی دارن، یا اینکه تماما پیروی نمیکنن. مسلمان همراه اونها در یک قبر گرانیدن برادر عزیز اجازت نیست. شما البته در این کار هر کسی که اگر اقدام کند گناهگار می شود. سوال دیگر، آدمی نازکش یا سیگارت کش امام شده می توانند؟ نه، نمی شود. هر کسی که اگر نازکش باشد یا سیگارت کش باشد برادرای عزیز، اینها همراهشون حتی ملائکه ها نیست. حتی ملائکه ها از بوی ناز، از بوی سیگار همیشه کناره می روند. و امام برادرای عزیز باید کسی باشد که مردم از این کارها باز دارد. مردم امام دیدن پس باید عبرت بگیرد، بیند که امام راستگوست، بیند که امام غیبت نمیکند، بیند که امام مقصد آدمی سخت زبان و درشت زبان نیست، میبیند که امام بسیار آدمی صالح است، میبیند امام بسیار خصلت‌های زیبا دارد. از امام انسان باید که آموزد. تصور کن برادر عزیز، تو در پیش قومت خلطه ناس میبراری، در بین مردم ناس میکشی یا در بین مردم سیگارت میکشی. برادر عزیز و گرامی، این گونه امام ها را شریعت مذمت میکنه. برای همین در شریعت برادر عزیز این گونه امام ها را اگر شما دانین که همین کار در پایبند است، از پشتشان نماز نخونین که شما علاقه در قلبتون در نسبتشون شبهه دارید. با شبهه از پشت یک از نماز خواندن نمازاتون درست نمیکنن. خب سوال دیگر، بابای حاجی، پیشاب را داشته نشود با تیمم نماز خواندن جایز است؟ البته کسایی که برادرای عزیز پیشاب یعنی به معنایی که سلسل باول میگن یا سلسل باد میگن، آدم است که دائم پیشابش میچکه یا دائم بادش میبراید یا دائم مقصد یگان زخم دارد که زرداب یا خونش جاریه. این خیل آدم ها همون موضوع ها را برادرای عزیز با لطه های مخصوص میپشانین تا در لباساتون اثر نکند. برای هر یک نماز شما میتونید که اگر به شرط آب ضررتان نکند تیمم میکنید، و ایلا اگر آب ضررتان کند بعد تیمم میکنید. اگر آب ضرر نکند شما با همون چکیدن پیشاب یا برآمدن باد یا برآمدن خون شما طهارت کنید و نمازاتون خواندن گیرید. اگرچه در دوام نماز هم که برآمدن گیرد یا وضوی معذور میگن، یعنی وضویی که طهارتی که عذرناک است، برای شما اجازت های نمازاتون درست میشود. فقط برای هر یک نماز طهارتی نو کنید. لیکن آب زیانتون کند، آب ضرر داشته باشد یا آب خنکی هست که سبب بیماری تون میشود، اینجا دا میتونید که تیمم کنید، نمازاتون با تیمم ادا کنید.